بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل موانع ارتباط مؤثر رو خدمتتون عرض کردیم و عواملی که باعث میشه ارتباط مؤثر از بین بره که موارد مختلفی بود. قضاوت کردن ها بود، برچسب گذاری ها بود، تهدید کردن ها بود، ارجاع به خود بود و موارد مختلفی که خدمتتون عرض کردم. امروز به صورت کلی متعلقات ارتباط مؤثر رو هم میخوام خدمتتون عرض بکنم. شاید برای اولین بار باشه که این نکته رو بهش توجه میکنیم. همیشه در ارتباطات مؤثر بیشتر به ارتباط کلامی و ارتباط شنیداری بسنده میکنن، اما به ذهنم رسید که چند تا از متعلقات ارتباط مؤثر رو خدمتتون عرض بکنم. یکی از متعلقات ارتباط مؤثر لمسه. لمس کردن بسیار ارتباطاتمون رو مؤثر میکنه و تاثیرگذار میکنه. ببینید به صورت کلی خدمتتون عرض میکنم، لمس یکی از نامحسوس ترین اشکال ارتباط غیر کلامیه. خوب دقت بکنید، جالب اینجاست در روایات ما بسیار تاکید شده. همین مثال دست دادنی که ما در مثالهای روزمره زیاد داریم، در روایاتمون هم خیلی تاکید شده که امروز ان شاءالله نکاتش رو خواهم گفت. در یکی از روایات خوندم خیلی جالب بود. وقتی انسان عصبانی میشه یا از دست کسی عصبانی هستید، خیلی جالب این روایت. بعضی اوقات به نکات روانشناسانه روایت باید توجه کرد. در روایت اومده وقتی از دست کسی عصبانی هستید، دست خودتون رو به بخشی از بدن او برسانید و لمس بکنید پوست او رو. مثلا دست بدید باش یا صورتش رو لمس بکنید. این باعث میشه که شما آروم بشید و عصبانیت شما فروکش بکنه. جالب اینجاست از لحاظ روانشناسی هم مورد بررسی قرار گرفته این موضوع و گفتن با تماس درست و مطابق قاعده، تماس باید تماس درستی باشه، مواد شیمیایی از ترکیبات اکسیتوسین در مغز آزاد میشه. خیلی جالبه که این ترشحاتی که به وجود میاد و مواد شیمیایی که از مغز آزاد میشه احساس خوبی در افراد به وجود میاره، احساس مثبت به وجود میاره و روابط دوستانه رو بیشتر میکنه. خیلی جالبه. ببینید حتی به دقیق ترین نکات روانشناسانه در روایت ما بهش تاکید شده. لمس چقدر اثرگذاره. حتی جالب اینجاست حالات دست دادن ما یا حالات دست ما، حالات کف دست ما. این مثال ها رو هم توجه بکنید، بد نیست. ما 3 نوع حالت کف دست میتونیم داشته باشیم. خوب دقت بکنید، 3 نوع حالت کف دست ما داریم: کف دست رو به پایین، کف دست رو به بالا و کف دست بسته در حالی که انگشت و انگشت اشارمون بازه. حالا من تصاویرش نشونتون خواهم داد که هر کدوم ممکنه القای یک معنای منفی یا مثبتی رو داشته باشن. دقت بکنید. ببینید وقتی کف دست رو به بالا باشه، این تصویری که میبینید، خب کف دست رو به بالا وقتی میخواد با کسی صحبت بکنید در ارتباطاتتون، ببینید با کف دست رو به بالا چه احساسی به شما دست میده. مثلا من به شما میگم که مردم ببینید ما برای شما و دلسوز شما هستیم. وقتی اینجوری صحبت میکنید احساس اعتماد به مخاطب دست میده. خیلی جالبه. یک حالت دست وقتی کف دست رو به بالا، مثل کسانی که گدایی میکنند، دیدید وقتی کسی گدایی میکنه احساس اعتماد به شما دست میده که به او کمک بکنید. این حالت روانی انسان هاست. در کف دست رو به بالا اثرگذاری در اعتماد افراد داره. وقتی میخواید صحبت بکنید سعی بکنید کف دست رو به بالا باشه. یه حالت دیگه داریم کف دست رو به پایینه. تو این تصویری که دارید میبینید مثلا اینجوری صحبت میکنید: آی مردم با شما هستم. وقتی این حالت رو شما استفاده میکنید در صحبت کردناتون، در ارتباطاتتون، احساس یک نوع سروری و احساس یک نوع تهدید در افراد به وجود میاد. میگن حاج آقا داره ما رو تهدید میکنه، ارتباطتون به هم میریزه. یک نوع حالت هم هست، حالت انگشت اشاره است. وقتی دارید صحبت میکنید هی انگشت اشاره با کف دست بسته اتفاق میفته. اینجا هم حالت دستوری به خودش میگیره و احساس این که اشخاص احساس حقارت میکنن. یعنی چی؟ ما برای چی باید اینجور احساس حقارت رو از شخص مبلغ بپذیریم؟ یا دست دادن های ما
جالب اینجاست دست دادن نوعی گفتگوی لمسی بین افراده. چقدر در روایت ما به دست دادن تاکید شده. حالات مختلفی از دست دادن رو شما میتونید تصور بکنید. تصور بکنید شما کسی رو به تازگی ملاقات کردید و میخواید باهاش دست بدید و سلام علیک بکنید و به حالات معمول ممکنه دست بدید، اما این دست دادن شما با یک فرد ممکنه 3 تا برداشت رو در او ایجاد بکنه. خیلی جالبه. حتی دست دادن، ببینید چه مثالهای جالبی میشه از این دست دادن انسان به دست بیاره. گاهی اوقات ممکنه احساس نفوذ در فرد مقابل شما دست پیدا بکنه. مثلا چی؟ وقتی شما حالت دست رو به گونه‌ای بچرخونید که با شخص میخواید دست بدید، تو این تصویر هم داره نشون داده میشه وقتی شخص کف دست رو به پایین میبره و با شخص دیگری دست میده، احساس نفوذ در فرد مقابل به وجود میاره. یعنی این شخص میخواد به من نفوذ داشته باشه و میخواد اثرگذار باشه و حس خوبی نیست. یک حس متکبرانه است در افراد. وقتی با شخص این گونه دست میدید و دست کاملا رو به بالاست، دیدید در سیاستمداران شاید توجه کرده باشید وقتی میخوان تکبر خودشون رو اثبات بکنن، سران سیاستمدار آمریکایی یا اسرائیلی کاملا دستها به سمت بالاست. به این نکته باید توجه کرد. این حس در افراد به وجود میاد. حس دیگری که در دست دادن ممکنه به وجود بیاد حس تواضع. این همون حالت کف دست رو به بالاست. وقتی شما دست خودتون رو به این سمت، کف دست رو به سمت بالا میارید، تو این تصویر هم مشخص هست، این احساس در فرد وجود میاد که شما انسان متواضعی هستید و قابل ارتباط گیری هستید. یک حس هم حس برابری است که خب دست عادی میدید، هر دو دست به صورت مستقیم روبروی همدیگه قرار میگیره. این هم حس برابری است. این هم دست دادن بدی نیست. اما چند نوع سبک دست دادن ما داریم. من فقط به صورت کلی مثال بزنم و این مبحث رو تموم بکنم. دست دادن دستکشی. دیدید بعضی اوقات افراد به صورت دستکشی، یعنی کاملا دست شما رو در دست دادن میپوشونن. این نوع دست دادن حس اعتماد به افراد، یعنی قابل اعتماد بودن رو به افراد القا میکنه، خصوصا برای افراد جدید. یه ذره باید توجه کرد. این حس ممکنه شاید خورده منفی هم بشه، دقت باید بکنید توی این موضوع. اما در کل افرادی که باشون ارتباط گرفتید، این نوع دست دادن حس قابل اعتماد بودن رو به شما نشون میده. کسانی که اینجور دست میدن میگن به من اعتماد بکن. اما افرادی که نمیشناسید ممکنه حس تهدید باشه، حس خطرناکی باشه. شخص میخواد فریبتون بده. گاهی اوقات دست دادن بهش میگن دست دادن ماهی مرده، dead fish. دیدید بعضی از افراد که وقتی میخوان دست بدن انگار واقعا یک ماهی مرده در دستان شما قرار گرفته. دست دادن ماهی مرده نشان دهنده ضعف شخصیت در فرده. البته به صورت کلی باید قضاوت کرد، نه شخصی. اما کسی که اینجوری دست میده معمولاً از لحاظ شخصیتی اعتماد کامل به خودش رو نداره. یک نوع دست دادن داریم، دست دادن نوک انگشتی. شاید دیده باشید، حالا مبلغین محترم شاید دیده باشن و شنیده باشن. مثلا دست دادن، مثلا شنیدید میگن علمایی، دست دادن نوک انگشتی. این نوع دست دادن داره این پیام رو به فرد منتقل میکنه که به حریم من وارد نشو، زیاد صمیمی نشو، زیاد رفیق نشیم با هم دیگه، وارد حریم صمیمی من نشو. یه دست دادن دارید، دست دادن انگشت خورد کن. دیدید بعضی از افراد خیلی محکم دست میدن. اینها افرادی هستن که معمولا ممکنه شخصیت‌های مهاجم داشته باشن، شخصیت‌هایی که ممکنه خشونتشون بالا باشه. نکته بعد، یکی از دیگر از متعلقات ارتباط مؤثر بحث حریم هاست. حالا جالب اینجاست بدونید، من این رو هم به صورت کلی این تصویر رو اگر ببینید متوجه میشید که ما 4 نوع حریم در زندگیمون داریم. این حریم ها همش قابل استفاده است. مثلا میگن از 15 سانت تا 46 سانت حریم صمیمی افراده، نه حریم شخصی. تا 2 متر که وقتی میرسه حریم شخصی افراد میشه و بالاتر میره حریم اجتماعی و حریم
عمومی افراد هست. چرا این مطلب رو خدمتتون عرض میکنم؟ در مبحث زبان بدن بحث حریم ها مطرح میشه. یک کاربرد عملیش رو فقط خدمتتون عرض بکنم، اینه که فکر کنید به عنوان یک مثال شخصی وارد حوزه صمیمی شما میشه، یعنی از 15 تا 46 سانت، یا شما وارد حریم صمیمی یک شخصی میشید. دو حالت ممکنه داشته باشه. این شخص وارد شونده دوست نزدیک شما، یکی از بستگان شما یا همسر شماست، یا ممکنه در پی برقراری ارتباط جنسی حتی باشه. دوم، یک شخصی است که شما نمیشناسیدش و اولین بار شاید چندمین بار باهاش دارید برخورد میکنید. این فرد ممکنه کسی که وارد حوزه صمیمی شما میشه ممکنه انگیزه خصمانه داشته باشه، تهدیدآمیز باشه، ممکنه میخواد یه بلایی سر شما بیاره. فکر کنید شما وارد منطقه تبلیغی خودتون شدید، اولین بار با یک شخصی مواجه میشید، سریع دست میزنید رو شونه اون فرد. فکر میکنید چه احساسی به او دست میده؟ معمولا تا زمانی که از بستگان و دوستان صمیمی نباشید، دوستان نزدیک نباشید، این حس به اون شخص دست میده که داره مورد تهدید واقع میشه، احساس منفی درش به دست میاد. چرا وارد حریم صمیمی من شد؟ وارد حریم شخصی هم نباید میشد. لذا مبحث حریم ها خیلی باید مورد توجه قرار گرفته باشه. حتی اگر اون شخص به شما لبخند بزنه، وانمود کنه که ناراحت نشده، این احساس منفی در او به وجود میاد. یا مثلا مبحث زاویه ها، این نکته هم دقت بکنید چقدر زاویه ها مهمه در ارتباط مؤثر. فکر کنید دو شخص دارن در منطقه تبلیغ شما هم صحبت میکنن، شما نفر سوم این جمع هستید که وارد میشید، یا هر جمعی، هر مهمانی، هر جا میخواد باشه. یکی از نکاتی که در زبان بدن مطرح میشه مبحث زاویه هاست. مثلا دو نفری دارن با هم صحبت میکنن، شما وارد میشید. دو حالت ممکنه پیش بیاد. وقتی شما سلام میکنید و میخواید ارتباط بگیرید، دو حالت پیش میاد. اولین حالت اینه که اشخاص تو همون حالتی که وایسادن سرشون رو برمیگردن و به شما سلام علیک میکنن. سلام، حال شما خوب؟ حتی لبخندم میزنن. اما یه حالت اینه برمیگردن و با شما سلام علیک میکنن هر دو نفر. این دو حالت دو تا معنا داره. زمانی که زاویه بدن افراد به سمت شما نیست، دقت بکنید، یعنی اینکه شما وارد حریم ما نشید، بذارید ارتباطمون برقرار باشه بین خودمون. و معمولا کسانی که زبان بدن رو خوب بلدن تو این جمع ها سلام علیک میکنن و میرن. اما زمانی که افراد به سمت شما برمیگردند، این به این معناست که میخوایم با شما ارتباط برقرار بکنیم و ارتباطمون مؤثرتر بشه. ببینید چقدر نکات ریز در زبان بدن نیاز هست که انسان مطالعه بکنه. نکات زبان بدن، نکات مذاکره، نکات ارتباطی هوشمندانه باید رعایت بشه در اثرگذاری تبلیغمون. انشالله در جلسه بعد فنون اقناع مخاطب و اثرگذاری بیشتر در مخاطب رو انشالله خدمتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.